با 400 یورو بلند شده رفته ایران. 400 یورو هم داده به یه مأمور ترک که بذاره زنگ بزنه، اونم نذاشه حتی زنگ بزنه. خواننده به این بزرگی. آقا تو صنف خودتون دیگه، من که تو صنف شما نیستم، خودتون میدونید کی شاخه، خودتون اصلا بهتر میدونید. یارو یکی از بزرگترین آرتیستای ایران، اینو هیچ کی نمیتونه کتمان کنه. نه از نظر آرتیستی و هنری نه. یارو با 400 یورو بلند شده رفته ایران، خونه زندگیش هم ول کرده، نه فرار کرده، نه کسی تونسته بده با امیر بالای درخت، نه این آدمایی که اومدن چند نفری توی سوشال مدیا امیر رو خراب بکنن، درسته تونستن یه جو کثافتی بندازن توی یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک و توییتر. اون کسی که آدم درستی باشه، اون کسی که آدم درستی باشه و واسه جامعه مفید باشه میتونه بفهمه چی درسته چی غلطه. واسه همین به نظر من اصلا در این مورد فکر نمی‌کنم. ولی در واقع امیر دیگه حالش خراب شد بودن، یعنی به قول خودمون خسته بود. دور امیر رو یه مش شغال گرفته بودم، هیچ کدوم از رفیقاشو نمیذاشتن بره خونه. من فقط چندین بار شماره‌امو دادم به صلاح‌پور مدیر برنامه امیر، دادم به امیر دیوا، گفتم این شماره من عوض کردم واتساپمو، بدید به امیر زنگ بزنه کارش دارم. اصلا چون امیر اینستاگرام نداشت که تو یوتیوب هم که نمیشه مسیج داد، اصلا اینا ما رو کلا قطع کردن، نفهمیم چه خبره. دلیل اینکه امیر تتلو یه دفعه شد یه آدم دیگه، اینا دورشو یه سیم خاردار کشیدن، گفتن خب آقای دیوا من به شما اینقدر مایه میدم، شما با کسی نذار امیر کار کنه، آقای فلانی کردنش مافیا. کی این کارش داداش همون آدمایی که دورش بودن دیگه، اسما رو دونه دونه بگم: امیر دیوا، سیا والتون، علی صلاحپور، آرمین هاشمی، مسعود جمالی، سحر قریشی. این اسمایی که میگی میتونن برن ایران بیان در حال حاضر؟ آره مطمئنی؟ یعنی ایران میرن میاد. آره سیا والتون میره ایران میاد، 2 تا پاس داره. امیر دیوا میره ایران میاد، هیچ کاریش ندارن، فقط موندن چه جوری میتونن برن بیان. اینش برای من خیلی جای سواله. ببین این